گفتای پدر خوش آمدی این دخترت بابا نداشت آخ جز خراب جای دیگر منزل و موا نداشت وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا حاجتمندا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا خدا بچه‌های هیچ کسی رو کوچک یتیم نکنه. کوچک یتیم شدن دشوار است. مرد به گردن همه ولی با یک شرایط خاص، با یک زبان خاص. اگر گاهی هم اتفاق بیفته کمر آدم رو میشکنه. فاطمه زهرا تو بستر افتاده. همون جا بود که امیرالمؤمنین به فاطمهش خطاب کرد. زهرای جوانم سر بردار، یک نگاه به این بچه ها بکن، ببین اینا چی میکنن، ناله بچه ها را بشنوی. زهرای جوانم سر بردار، ببین آسیا به دستیت یک طرف افتاده، بسترت یک طرف افتاده، بچه هایت رو نگاه کن، گلهای پیامبر پرپر شده. آسیا افتاده بستر یک طرف وای چادر تو یک طرف افتاده مجر یک طرف یا صاحب الزمان آجرک الله میبینی مولاد داره به همسرش چی خطاب میکنه. انشاءالله خدا همه مادران و پدران مریض رو شفا بدن، سایه سر پدر و مادران بالا سر فرزندانشون باشن. دیگه چی خطاب به همسرش کرد؟ چشمهایت باز کن بنگر حسین و زینبت، بچه هایت هر کدام گلهای پر یک طرف. اونقدر بچه ها سوزونات گریه کردن، قلب علی رو آتش زدن. اما اینجا یک جای تاریخ ها، اما اینجا وقتی که بچه های زهرا صورت رو صورت مادر گذاشتن، اما مادرش سر در بدن داشتن، چون ایام فاطمه یزید رو یک جای دیگرم میبرم. اما یک جا وقتی که یک دختر کوچک صورت رو به صورت بابا گذاشت، دیگه اون سر در بدن نبوده. کجا بودن؟ دل رو ببر خرابه شام. یک دختر کوچولو وقتی که در خرابه شام صورت رو به صورت بابایش گذاشت، چی گفت به سر بابا؟ این جمله قلب آدم را آتش میزنه ها. گفتای پدر خوش آمدی این دخترت بابا نداشت آخ جز خراب جای دیگر منزل و موا نداشت. بابای خوبم خوب شد از خرابه نشینان خبر گرفتی بابا نبودی اونقدر به صورتم سیلی زدن. بابا کوچه های کوفه کوچه های شام به بدن دخترانم تازیانه زدن.
این جمله را هم بخوانم از همه التماس دعا. گفتای پدر خوش آمدی تا من ببوسم حنجرت. آخ تو نبودی ای پدر سیری زدن بر دخترت. میگه این رقیه روزه میخواد همه خرابنشینان گریه میکردن. میگه یک وقت دیدم صدای رقیه خاموش شد، دیدن این دختر یک طرف، سری بریده بابا یک طرف. وای مظلوم